دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر. کیان کاظمیان هستم با سابقه بیش از 10 سال نگهداری از حیوانات خانگی. امروز اومدیم با نژاد شیتزو با قدمت چند هزار ساله از کشور چین. نژاد فوق‌العاده، اصیلش اگر باشه کم صدا، ارتباط با بچه‌ها عالی، آموزش پذیری بالا، فوق‌العاده باهوش. امروز اومدم در مورد رنگ تریکالرش باهاتون صحبت کنم. پرطرفدارترین رنگ شیتزو، قهوه‌ای مشکی و سفید. توی این نژاد عینک چشمی، قاب چشمی خیلی مهمه که قرینگیش هرچی بیشتر باشه اصالت بیشتره. و یکی دیگه از فاکتورهای اصالت شیتزو رنگ قالب، رنگ نوک دوم، یعنی اگر سفیده 70% 60% کل بدن باید رنگش سفید باشه. یکی دیگه از فاکتورها بینی مشکیه و اینکه نژاد فوق‌العاده پرطرفداریه تو دنیا، فوق‌العاده محبوبه، فاکتورهای خیلی خوبی داره برای نگهداری در منزل. مهمترینش اینه که فوق‌العاده خودکفاه و اینکه در خدمتتون هستیم برای مشاوره. با ما تماس بگیرید. ممنون که ما رو تماشا کردید.